از فرد بازی شما چطور تقاضای ارزی را دارد. ما حکومت تحمیلی، تک قومی، تک حزبی و تک فکری را نمیخواهیم. ما وحدت ملی میخواهیم. از اینکه حق حرمت در مقابل داشته‌های فرهنگی ما مکرراً توسط متعصبین در بلخ صورت میگیرد، ولی در موضوع توجه اندک مقامات محلی معطوف نگردیده، بالعکس توطئه نامیده می شود.